استاد بفرمایید. خواهش تو می‌کنم. این فرصت دارم آتاری آمریکا شرکت لاتاری امریکا لاتاری تا امریکا. 7 نوامبر 16 آبان ما فرصت دارید که ثبت نام کنید. خب من نمیتونم ثبت نام کنم. 100 البته که میدونید ثبت نام کنید. خب شنیدم که باید به سن قانونی رسیده قطعا باشی. بالای 18 سال هست ولی یه سری تبصره‌ها میخوره که زیر 18 سال هم اوکی میکنن، پس شانس خودتو از دست نده. حالا تا که جوابش میاد. تا می 2024 که میشه اواسط اردیبهشت ماه سال دیگه. آها خب چی تهش میدم بهمون؟ یک کانفرمیشن نمبر در انتهای در واقع ثبت نام بهتون میدن که اون کد رهگیری است. اونو باید همراه خودتون نگه دارید. مهمترین چیزی که مثلا کل پروسه ثبت نام به همونه دیگه. اونو باید چجوری نگه دارید. ثبت نام کنم حالا؟ پروسه ثبت نام از خود سایت dvprogram.state.gov هستش. ما ثبت نام که برای بچه‌ها انجام میدادیم، برای بچه‌های دفتر خودمون 2 دقیقه و 15 ثانیه بیشتر طول نمی‌کشید. خیلی ساده هست. آموزشش رو چند روز دیگه تو پیج خودم میذارم. استاد اصلا امیدی هست؟ صد البته در سال 2017 1,600,000 تا ایرانی ثبت نام کردن. در سال 2021 760,000 تا ایرانی ثبت نام کردن. ولی قطعاً همیشه ما جز خوششانسا بودیم. آخ جون حالا کی اون پوستر رو دو میذارید؟ سال دیگه ان شاء الله. خیلی ممنون حتما بابت دنبال کنید. اطلاعات حتما دنبال کنید.